در فوتبال بعضی نام‌ها با جادو شناخته می‌شوند، بعضی با سرعت، بعضی با نمایش، اما بعضی نام‌ها با نتیجه. کلوزه هرگز پر سر و صداترین نبود، اما وقتی تیم به گل نیاز داشت او آنجا بود و حالا ما قرار است بفهمیم چرا. نجاری، تأخیر و ایمان. زندگی حرفه‌ای او با تأخیر آغاز شد. در دورانی که همسن‌هایش در تیم‌های بزرگ اروپا می‌درخشیدند، او هنوز در لیگ‌های پایین بازی می‌کرد. روزها کار می‌کرد، نجاری. کار روی سقف خانه‌ها، شب‌ها تمرین. ارتفاع برایش ترسناک نبود. بعدها گفت وقتی روی شیروانی می‌ایستم تمرکز کامل دارم، مثل لحظه‌ای که توپ روی هواست. سال 1999 تیم دوم کایزرسلاترن 50 بازی 26 گل و بالاخره در سن 23 سالگی اولین بازی در بوندسلیگا. خیلی ها گفتن دیر شده، اما داستان کلوزه تازه شروع شده بود. انفجار در کایزرسلاترن و دعوت ملی. فصل 2000-2001 16 گل در بوندسلیگا. ناگهان رسانه‌ها نامش را یاد گرفتند. دعوت به تیم ملی آلمان. اولین بازی ملی 2001 گل زد و نشان داد که استرس برایش معنایی ندارد. او مهاجمی نبود که 10 موقعیت بسازد، او مهاجمی بود که یک موقعیت را گل می‌کرد. جام جهانی 2002 کره و ژاپن، اولین جام جهانی، 3 گل مقابل عربستان، همه با ضربه سر. گل مقابل ایرلند، گل مقابل کامرون، 5 گل در اولین حضور. آلمان تا فینال رفت. مقابل برزیل شکست خورد، اما دنیا مهاجم جدیدی را شناخت. کلوزه کفش نو را گرفت. فشار، انتقال و بلوغ. انتقال به وردر برمن در کنار بازیکنانی مثل آیلتون، پیشرفت در بازی ترکیبی یاد گرفت. فقط تمام کننده نباشد، در پرس شرکت کند، در دفاع کمک کند. فوتبالش کاملتر شد. جام جهانی 2006 آلمان میزبان. فشار رسانه‌ها بی سابقه، اما او آرام بود. 5 گل دیگر. آقای گل مسابقات. لقب جدید سالتو کلوزه. آلمان سوم شد، اما کلوزه حالا یک رهبر بود. انتقال به بایر مونیخ، رقابت با مهاجمان بزرگ، نیمکت نشینی‌های سخت، انتقاد رسانه‌ها، اما او شکایت نکرد. تمرین کرد، منتظر ماند. جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، 4 گل دیگر. شکستن رکورد گرد مولر در تیم ملی. آلمان سوم شد و حالا فاصله او با رکورد رونالدو فقط 1 گل بود. تولد دوباره در لاتسیو. انتقال به لاتسیو. سن بالا رفته بود. خیلی ها گفتن تمام شده، اما در سری آ درخشید. بیش از 60 گل برای لاتسیو. هواداران روم عاشقش شدند. 2014 رکورد جاودانه. برزیل، نیمه نهایی مقابل میزبان. گل شماره 16 عبور از رونالدو. چند روز بعد آلمان قهرمان جهان شد. او دیگر فقط مهاجم نبود، او تاریخ بود. خداحافظی و مربیگری. بازنشستگی در 2016. مربیگری در تیم‌های پایه بایر. دستیار در سطح حرفه‌ای. انتقال تجربه. او همچنان در فوتبال نفس می‌کشد. چرا کلوزه موفق شد؟ نه سریع‌ترین، نه تکنیکی ترین، نه ستاره تبلیغاتی، اما جایگیری بی‌نقص، ضربه سر استثنایی، تمرکز ذهنی بالا، اخلاق حرفه‌ای، بازی تیمی. او ثابت کرد فوتبال فقط استعداد نیست، شخصیت است. میروسلاو کلوزه، پادشاه جام جهانی، نماد اعتماد در مهمترین لحظه‌ها.